دوستای قشنگم، به کانال قصه های شیرین خوش اومدین. داستان امشب ماجراجویی ترمه و گربه اسرارآمیز. یکی بود یکی نبود، زیر گنبد کبود، غیر از خدای مهربون هیچ کس نبود. در دل یکی از شهرهای زیبای ایران دختری به نام ترمه زندگی می کرد. ترمه دختری زیبا و مهربان بود که عاشق قصه های جادویی و کتاب های پر رمز و راز بود، اما هیچ وقت فکر نمی کرد که یک شب بارونی خودش وارد یکی از اون قصه ها بشه. شبی از شبها که هوا بارونی بود، ترمه جلوی پنجره اتاقش نشسته بود و داشت به آسمون نگاه میکرد که ناگهان صدای عجیبی از پشت بام شنید. بیدرنگ بالا رفت و اونجا گربه سیاهی با چشمان سبز زمردی نشسته بود و ناگهان گفت: سلام ترمه، بالاخره پیدات کردم. ترمه با تعجب و چشمان گرد شده گفت: تو حرف میزنی؟ گربه لبخند زد و گفت: من اسمم شبپرکه، از دنیای دیگه اومدم. تو انتخاب شدی که دروازه بین دو دنیا رو باز کنی. و سپس سفر جادویی ترمه شروع شد. شبپرک ترمه رو به دنیایی برد که در اون حیوانات با هم حرف می زدند، درختها آواز می خواندند و زمان مثل رودخونه‌ای جاری بود. اما در اون دنیا یه خطری وجود داشت. موجودی تاریک به نام سایه خار بود که میخواست نور و شادی حیوانا رو ازشون بگیره. ترمه تنها کسی بود که میتونست با قلب پاک و مهربونش سایه خار رو شکست بده. ترمه در دل جنگل ایستاده بود. قطره های بارون از لای موهاش میچکیدند و چشماش به موجودی خیره شده بود که انگار از دل شب زاده شده بود. سایه خار با چشمان سبز درخشانش بی صدا به اون نزدیک شد. هیچ صدایی نبود، نه خشخش برگ ها، نه صدای باد، فقط به هم نگاه می کردند. ترمه نفسش رو حبس کرد. دلش میخواست فرار کنه، اما پاهاش به ریشه های درخت در خاک گیر کرده بودند. سایه خار با صدایی که انگار از اعماق زمین می اومد گفت: تو همون دختری هستی که خیال داره خیال نور من نیست؟ ترمه با صدای لرزان گفت: تو چرا انقدر تاریکی؟ تو کی هستی؟ سایه خار جلوتر اومد و با هر قدمش نور ماه کمرنگتر می شد. من چیزی نیستم جز اون چیزی که فراموش شده. من ترس قصه ها، من سایه آرزوها هستم. اما درست همون لحظه قطره‌ای باران روی دست ترمه افتاد و درخشید، نه مثل آب بلکه مثل نور. ترمه به آن نگاه کرد و انگار چیزی در درونش روشن شد. صدایی در دلش گفت: تو خیال داری و خیال یعنی امید. ترمه دستش رو بالا آورد و قطره نور رو به سمت سایه خار گرفت. موجود تاریک عقب رفت و چشمانش لرزید و جنگل برای لحظه‌ای نفس کشید. وقتی نور از دستهای ترمه درخشید، سایه خار عقب رفت و جنگل انگار بیدار شد. برگ ها شروع به زمزمه کردند، مثل صدای آرام مادر وقتی که قصه میگه. سایه خار که حالا مثل مه در حال عقب نشینی بود، نگاهی آخر به ترمه انداخت، نه از روی خشم بلکه از روی حیرت و تعجب، و به ترمه گفت: تو
تو با مهربونی خیال رو زنده کردی و موفق شدی. صدایش مثل باد سردی بود که از لابلای شاخه ها عبور می کرد. ترمه آرام گفت خیال و امید همیشه زنده است، فقط باید کسی باورش کنه. با عقب نشینی سایه خار نور در جنگل پخش شد. گلهایی که بسته بودند شکفتند، پرنده هایی که ساکت بودند آواز خواندند و در دل خاک صدای لطیف شنیده شد، صدایی که انگار از دل زمین می اومد. ترمه حالا وقتشه صدای گم شده رو پیدا کنی. ترمه با لبخند کوچکی به سمت نور تازه‌ای که از میان درختان میتابید قدم برداشت. سفرش هنوز تموم نشده بود، اما حالا دلش پر از امید بود، چون فهمیده بود که حتی تاریکی هم از نور خیال میترسه. پس از ماجراهای فراوان ترمه موفق شد نشونه ها رو پیدا کنه و با قدرت تخیلش سایه خار رو به نور تبدیل کنه. دنیای جادویی نجات یافت و شب‌پرک گفت تو نه تنها نجات دهنده بودی بلکه قصه ساز شدی. ترمه به خونه برگشت، اما هر شب وقتی به آسمون نگاه میکرد صدای شب‌پرک رو در گوشش میشنید که میگفت قصه ها هیچ وقت تموم نمیشن، فقط شکلشون عوض میشه. قصه ما به سر رسید، کلاغه به خونش نرسید. خب بچه‌های قشنگم، امیدوارم که داستان امشبمون رو دوست داشته باشین. اگه دلتون میخواد بازم ماجراجویی‌های دختری به نام ترمه رو ببینید و گوش کنید، هر شب به کانال ما سر بزنید و اون زنگوله بالای کانال رو روشن کنید و خوشحال میشم که نظراتتون رو زیر این کلیپ ها بر من بنویسین و به هم بگین که دوست دارین فردا شب براتون چه قصه ای رو تعریف کنم.